میگه تا 40 سالت بشه میفهمی که با آشنا معامله نکنیم، با همکارات صمیمی نشی، اصلا فامیل خودت رو شریکت نکنیم، تا چیزی قطعی نشده اون رو به هیچ کس نگیم، خوشحالی و موفقیتت رو جار نزنی، هر کسی رو تو خونتون نیارید، این خیلی نکته مهمیه، حرف و دعوای داخل منزل رو بیرون نبرید، به خدا هیچ کس با شما همدردی واقعی نخواهد کرد، بقیه همش ازش سوء استفاده میکنن. با دوستاتون زیادی درد دل نکنید، چون دوست امروزتون میتونه که دشمن آینده باشه. بعدن چون میفهمین که آدم یه دونه از غریبه میخوره 10 تا از